خوشو نباریدی بچه ها مامانشون است که یه پارچه انداخته زیرشون، 4 تاش به هم گره خورده پاهاشون تو هم. نگاه حالا ما میخوایم نگاه کن آخه اینا دیروز به دنیا آمدن، تازه به دنیا آمدن، همینجا این پارچه چجوری گیر کرد باشون. آخه بگی تو بازش نه گره نخور، این پارچه چسبیده به بند نافشون، خوش شده این چسبیده بند نافشون، خوش شده. خوشه یکیش پاش گیر کرده ها. میبینی؟ نه صبر عزیزم، صبره. چش الان آزاده کنم. آخه الان تموم میشه. خب این آزادشه ولی بند نافش خوش شده. به این ببینیم بند نافش میباید خیلی پاش خون اومده. نگاه وای نکن. آخه هستی نه هستی پاش خدا کن پاش طوریش نشد. نه هم دارم میگم به هم آوردمش، خودم هم دیدم خونیه دیدم. تکون نخوریم چش الان عزیزم چی کار بکنم من؟ چی کارشون بکنم؟ چون بادشون کن خیلی وضعشون خرابه. هستی نه نکردم با این خودم. پارچه چسبیده بند نافو. برم خیسش کنم. آخه نگاه بکن. برم خیسشون کنم. آبا حسنشون بریزن. بعدم پول میخورن. دیدم پاش گیره چون بکنی شروع به نوزی بعد نباید این چسبوندی من نیوردم خودش کرد. همون موقع باید جداش میکردی. من اصلا خونه نبودم. من یک کلمه آزادش کنم خود زشتکش زشتکش کردتش تو خودش کرده. اشی جان یکیش آزاد سوالمه فقط بگو یکی هستی دعا کنه باید خیلی مواظب باشه. چیزی تا اینی که به چسب ترش دوباره دیگه بندنافشون چی بوده؟ یکیش آزاد شد یکیش تونست آزاد کنیم بندنافشون خوش شده به این پارچون. خب بگی این بندنافش هم آزاد کنم؟ نمیدونم میکش بکن الان این هم هستی بندنافش کنده شد. پاش
دیگه بکنیش تو این من نمیتونم یا نگاه کنم. اینه نکن. وای وای هست این پاش داغون خودش شده بیاد. باید خیلی حواست باش به پاش ناخونش چند نشده نداره وای بکنیش تو این خوب میشه وای. چون کوچیک هستن چیزی نیست خوب میشه خوب میشه بیا عزیزم بیا قربونته الان تموم الان تموم پاش ورم چهره نگاه نه. بس بوده رو پاش ورم چهره الان تموم الان تموم الان تموم میشه پیچه دور بند نافو الان تموم عزیزم خب یکی تیزه الان تموم میشه حالا خوشی که بنده خوش شده بالا شد آها خب اینم آزاد شد ولی میبینید پاش ورم چهره چسبیده به نگاه اینجا این قسمت نخ پیچیده دور پاش می‌بینی؟ صورتی رو میکنی پیچیده دور پاش ورم چهره حتی خوب میشه اشکال نداره خون جریان پیدا میکنه خوب میشه بریم سراغ یکی اینم هست این سالم فقط دو تاش پاهاش خود اذیت شدن خیلی حواسی بهشون باشه با موفقیت کارمون تموم شد این عملا با موفقیت بود دیدم بند نافار شد که خوش شده بهش دست در اینم دیگه استادمونش